هدف من از انتشار ایران از بیرون اینه که بیام یه روایت هایی رو از افرادی که از بیرون دارن به ایران نگاه میکنن یا از بیرون دارن درباره ایران حرف میزنن مطرح کنم. حالا این دو نوع هستش. این یه چیزایی هست که موضوعاتی که خیلی مقطعی هست و موردی هست شامل میشه، مثلا مسائل سیاست بین الملل که این روزا دیگه پای ثابت مسائل بین الملل ایران هستش. یه مواردی هم هست که این موارد مربوط به بلند مدت میشه، مثلا فرهنگ ایرانی ها، شخصیت ایرانی ها چجور آدمایی هستن. این دو نوع مطلب رو فکر میکنم تا الان بهش فکر کردم و میتونم درباره‌شون یه چیزایی بگم و در واقع روایت کنم. یه مقدارم حالا من میخوام از همین اول یک صداقتی به خرج بدم. شاید این که من قصد ندارم تا اون جایی که ممکن است از خودم حرف بزنم و مسئولیت رو میندازم گردن اون کسی که درباره ایران حرف زده، یه مقدار این بار رو روی من سبک میکنه که من در واقع مسئول در واقع حرفایی که اونا میزنن نیستم، دارم یه چیزی روایت میکنم. خب این خیلی طبیعیه. البته خب اینم طبیعیه که من برداشت خودم رو از حرف اونا طبیعتاً بیان خواهم کرد، به این معنا که هیچ وقت من نمیتونم بگم که هیچ دیدگاهی ندارم. طبیعتاً دیدگاه خودم، برداشتی که من از حرف اونا میکنم توی حرف من ممکنه ظاهر بشه، اما قصد من این نیست که از خودم چیزی بگم. حداقل تا الان این که من قصدم اینه که در واقع روایتگر کسانی باشم که از ایران در واقع دارن روایت میکنن یا درباره ایران دارن حرف میزنن یا درباره ایران دارن یه چیزی پیش بینی میکنن. حتی یعنی همش هم لزوما درباره گذشته نیست. مثلا کسی داره یه تحلیلی درباره ایران بیان میکنه، خب اون تحلیلش درباره ایران به معنای حالا مردم ایران میتونه باشه، حکومت ایران میتونه باشه، جغرافیای ایران باشه، هر چیزی که درباره ایران هست میتونه در واقع یه چیزی باشه که من نظرم بهش جلب میشه و میام اینجا و براتون بیان میکنم. من ممنون میشم که گوش بدید به حرفای من. ممنون میشم که اگر نظری دارید، انتقادی دارید، حتی اگر یه چیزی فکر میکنید مغایرت داره با واقعیت، حتی اگر فکر میکنید یه چیزی هستش که اون شخص که گفته با اون چیزی که من میگم متفاوته، یعنی من برداشت کاملا نادرستی از حرف اون داشتم، به هر حال هر چیزی که بود رو بیاید به من بگید، کامنت بذارید، لایک کنید، اینا خب به هر حال بهتر میشه. اگرچه که من توی این کار اساساً دنبال نه شهرت بودم و هستم و نه دنبال مثلا حالا کسب درآمد به اون معنا هستم، چون واقعا اصلا هدفم این نیست. این کار رو دارم به عنوان یک کار دلی انجام میدم، یک کاری که فکر میکنم میتونم باهاش خودم رو بیشتر و توانم رو نشون بدم و نمایش بدم و از این طریق یک رضایت در واقع روانی کسب بکنم. حالا پیش میریم ببینم که چقدر دیده میشم، چقدر ازش لذت میبرم و توی کار در واقع مسیر کار هم روشن میشه. با امید این که بازم بیاید اینجا به من گوش بدید.